إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خدمت همه شما خوبان، امیدوارم که دارای عافیت کامل و صحتمندی باشید. روز جمعه مبارک را بخیر و بخوبی آغاز کرده باشید. قسمی که قبلا برایتان وعده کرده بودم سلسله درس‌های خودشناسی است و موضوعش این بود که من کیم. قبل از اینکه سلسله درس‌ها را آغاز بکنیم و موضوع را مورد بحث قرار بدهیم، این است که در نخست هر جوانی، هر انسانی که در این کره خاکی زیست می‌نماید سوالات باید از خود داشته باشد. این سوالات برمیگردد به چراها. اول از این که ما چرا به دنیا آمدیم؟ هدف از خلقت ما چی است؟ ما کیها هستیم؟ خلاصه چی میشویم؟ ما از چی آفریده شدیم؟ اساس خلقت انسان از خاک و یا گل می باشد. اساس خلقت انسان از خاک و یا گل می باشد. و کسانی که از آنها آفریده شد، یعنی بعد از آنها آفریده شد، اونها از آب می باشند. کسانی که از خاک آفریده شدند، اونها کیها هستند؟ کسانی که از خاک و یا گل آفریده شدند، آنها عبارت از آدم علیه السلام و بیبی حوا علیه السلام می باشند. و بعدش کسانی که از آب ساخته شدند، اینا من شما هستیم. خلاصه الله منان در قرآن عظیم شان بصراحتا می فرماید که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما نیافریدیم جنیات و انسان ها را مگر برای عبادت. یعنی هدف از خلقت انسان در زندگی برای عبادت می باشد. غیر از اینکه ما خداوند را البته مثال بدهیم، یک انسان عاقل، یک انسان خردمند را ما اشاره میکنیم برش که هر انسان خردمند، عاقل و دانا وقتی که میخواد یک چیز را کشف نماید، یک چیز را پیش رو بیارد، یک چیز را مورد بحث قرار بدهد، از او یک هدفی دارد. درست است؟ پس به اساس وقتی خداوند انسان را خلق کرده، از یک هدفی دارد. در نخست ملائکه ها و فرشتگان میگفتند که ای الله، انسان را حذف نکن، به دنیا نبیار، یعنی به وجود نبیار. چرا؟ چون اونا خونریزی میکنند که فعلا ما در جامعه امروز بیننده هستیم. بعدش خداوند چی میگه؟ میگه اینی اعلم ما لا تعلمون، چیزی که من میدانم شما نمیدانید. فرشتگان به سه گروه تقسیم میشوند. بعضی از فرشتگان هستند که همیشه وقت ایستاده هستند و ذکر یاد خداوند میکنند. بعضی از فرشتگان دیگه هستند همیشه وقت در رکوع هستند، اصلا سر بلند نمیکنند. اونا هم در ذکر الله هستند، در یاد خدا هستند. و یکی از بخش دیگری از فرشتگان اونها همیشه در سجده هستند، اصلا سر خود را تا روز قیامت بلند نمیکنند. یعنی اینا اینقدر وقتی که مشغول عبادت هستند، مشغول ذکر یاد خدا هستند، باز هم خداوند متعال برای انسان کرامت داده است. انسان را خلق کرد. ببینید یک موضوع میخوام برای شما اشاره بکنم که ملائکه ها از عقل ساخته شدند، حیوان از شهوات ساخته شده است و انسان از عقل و شهوات ساخته شده است. انسانی که شهوات بالای عقلش غلبه بکند پستر از حیوان می باشد و انسانی که عقلش بالای شهواتش غلبه بکند او بهتر و خوبتر از فرشته می باشد. به هر صورت عزیزان نمیخوایم که از بحث دور برویم. گفتیم که ما در زندگی باید سوالات از خود داشته باشیم که من کیم؟ من چرا به دنیا آمدم؟ هر انسان در زندگی باید از خود اهداف داشته باشد. گفتم که بحث خودشناسی با یک، دو یا سه کتاب خلاص نمی شود. بحث خودشناسی یکی از موضوعات بزرگ به سطح دنیا می باشد که هر انسان از خود باید داشته باشد خودشناسی. ما تا زمانی به فلاح رستگاری
ما تا زمانی به خوشنودی روحی قلبی و جسمی نمیرسیم که ما از خود معلومات نداشته باشیم، یک بار نگاهی به خود نداشته باشیم، یک بار آینه را در مقابل خود قرار بدهیم که ما کی هستیم. زندگی تنها خواب کردن، نوشیدن، خوردن و دفع کردن آن نیست. خداوند انسان را به خاطر امتحان آفریده است و یکی از موضوعاتی که خیلی مهم می باشد برای هر فرد، مرد زن مسلمان، آموختن علم عقیده می باشد. آموختن علم عقیده برای هر انسان فرض می باشد. در غیر آن اگر نیاموزد گناه بزرگ است. چرا؟ اینکه ما بسیاری از اشخاص داریم که علم نمی آموزند، یعنی علم را بسیار یک چیز کوچک میپندارند، در حالی که علم چیزی است که انسان را به قلاهای موفقیت میرساند. تا زمانی که ما علم نداشته باشیم ما هیچگاهی به خودشناسی نمیرسیم. درست است؟ هیچگاهی به خودشناسی نمیرسیم. پس موضوع خودشناسی یک از موضوعاتی است که هر انسان باید خود داشته باشد، معلومات داشته باشد. ما یک بار نگاهی به درون خود بنماییم، یک بار، یک ساعت برین در یک خانه تاریک بنشینیم، چشمان خود را پد بکن و نفس عمیق بکش و آهسته آهسته را آزاد بکن و یک بار به همون اعمال گذشته چی خوب چی بد باشد فکر بکن که ما چی کارها را کردیم و چی کارها را باید بکنیم، چقدر اعمال نیک دارم، چقدر اعمال بد دارم و من بعد ما باید چگونه انسان باشم. ما زمانی میتونه که تغییر در زندگی وارد بنماییم تا زمانی که ما از خودشناسی معلومات داشته باشیم هیچ گاهی در زندگی ما تغییرات وارد نمیشود. پس به او اساس امروز موضوع من بحث این بود که من کیم، یعنی از چی آفریده شدم. خلاصه خلقت انسان مجموعاً در چند روز ختم شد، مجموع خلقت انسان در 120 روز ختم می شود. درست است؟ یعنی هدف نتیجه است. بعضی از انسان ها هستند خیلی متکبر هستند، غرور دارند، اصلا بعضی از انسان ها را اصلا بزرگ نمی شمارند. یک بار اگر نگاه به خود داشته باشد که ما از چی خلق شدیم. خداوند انسان را از چند نوع خاک گل آفریده است که در قرآن عظیمشان به صراحت بیان میکند. مثلا خاک خشک است، خاک سیاه است، خاک سرخ است، خاک زرد است، خاک بدبو است، خاک متعفن است و خلاصه آب مهین گفته، ماء مهین گفته، آب بی ارزش گفته. از یک آب بی ارزش ما آفریده شدیم. وقتی که انسانی که با این نوع اشیاء آفریده شده باشد، پس چرا اینقدر تکبر و غرور از بحر چیست؟ آیا ما همیشه در این دنیا زنده هستیم؟ چرا فکرهای غرب‌ها را در فکر خود جا می‌دهیم؟ اذهان افکار و غربگرایی را در فکر خود جا می‌دهیم. غربگرایان در چه فکر هستند که ما امروز هستیم فردا نیستیم، فردا خلاصه نه قیامتی هست، نه حساب کتابی هست، نه ترازویی هست، نه چیز دیگری هست. خلاصه به صفت یک مسلمان باید از پی ببریم که امروز وقتی که در این دنیا هستیم فردا نیستیم. ما یک روزی حتما رفتنی هستیم و وقتی که در اون دنیا میریم باید از خود یک چیز نیک داشته باشیم، عمل نیک داشته باشیم. اگر نداشته باشیم ما به مانند کفار در داخل دوزخ میریم. پس فرق بین ما و کفار چی شد؟ درست است؟ هدف از اعمال نیک چی است؟ مثلا نماز خواندن در وقتش، به وقت، البته به جماعت یا در غیر جماعت. در جماعت اگر باشه خیلی خوب است. خواندن قرآن عظیمشان است، تسبیحات است، اذکار است، بودن با خانواده است، اخلاق نیک است. کاری بکنیم که الله و رسولش از ما خوشحال باشد. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.